بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه‌های خوب. با کسب اجازه از انتشارات امیرکبیر، کانون فرهنگی تربیتی شهدای آیسک تقدیم می‌کنم. این داستان گربه شکاری. روزی بود، روزگاری بود. یک جوان روستایی بود که در اسب سواری چابک بود و شکار را بسیار دوست می‌داشت. یک سگ شکاری هم داشت که در دویدن و جستن مثل برق و باد معروف بود. برای همین جوان شکارچی هیچ وقت دست خالی از شکار بر نمیگشت و از سگش خیلی راضی بود. این بود تا اینکه یک روز که رفتند شکار و جوان آهویی را با تیر زخمی کرد، سگ را به دنبال آهو فرستاد. آنها آنقدر در صحرای پست و بلند دویدند تا خسته شدند. آخر هم آهو از چنگ آنها در رفت. آن روز هیچ شکار دیگری هم به دست نیاوردند. خسته و کوفته به خانه بازگشتند. جوان شکارچی یک گربه درشت و زیبا هم در خانه داشت که چند بار موش گرفتن او را دیده بود و از زرنگی گربه هم خوشش می‌آمد. آن روز جوان شکارچی خسته و کوفته با دست خالی از صحرا برگشته و در اتاق نشسته بود. گربه هم در کنار او بازی می‌کرد که یک وقت از پنجره اتاق یک گنجشک وارد اتاق شد و خودش را به دیوار زد و خواست دوباره برود. گربه با یک خیز خود را به او رساند و از وسط هوا گنجشک را گرفت و آمد نزدیک صاحبش نشست. جوان شکارچی که از زرنگی گربه به شوق آمده بود با خود گفت: این گربه از هر سگ شکاری بهتر شکار می‌کند و هیچ سگی نمیتوانست به این چالاکی گنجش را میان هوا و زمین بگیرد. باید از گربه خوب نگهداری کنم و به جای سگ او را به شکار ببرم. بعد هم با خود قرار گذاشت که فردا گربه را به صحرا ببرد و امتحان کند. فردا که آماده رفتن به صحرا شد، گربه را بغل گرفت و سوار اسب شد که برود. سگ شکاری وقتی گربه را در آغوش صاحبش دید، از جوان پرسید: گربه را کجا میبری؟ شکارچی گفت: این گربه خیلی زرنگ است. میخواهم شکار صحرا یادش بدهم و او را ببرم مرغ‌های صحرا را برای ما بگیرد. سگ خندید و گفت: من تا حالا هرگز نشنیده بودم گربه را به جای سگ به شکار ببرند. هر کس را برای یک کاری ساختن. گربه باید در خانه موش بگیرد و سگ باید شکار کند. گربه به درد این کارا نمیخورد. شکارچی گفت: تو نمیدانی دیروز کار عجیبی از این گربه دیدم. یک گنجش را طوری میان هوا و زمین گرفت که باز شکاری هم نمیتوانست به این خوبی بگیره. من فکر میکنم هیچ سگ شکاری هم نمیتواند با این گربه برابری کند. حالا امروز میبینی. سگ جواب داد: بسیار خوب، من حرفی ندارم، اما هر کاری کار هر کسی نیست. و گرفتن یک گنجش دلیل نمی شود که گربه بتواند مثل سگ شکار بگیرد. شکار بیابان کار سگ است. شکارچی گفت: خوب است، دیروز دیدم چگونه آهو را گرفتی. این گربه دیروز گنجش که بالدار پرنده را در هوا گرفت و تو آهوی گریزپای دونده را نتوانستی بگیری. سگ وقتی این را شنید با خود فکر کرد: من دیروز یک اشتباهی کردم. این گربه هم یک شیرین کاری کرده و حالا دیگر حرف زدن فایده ای ندارد. این بود که دیگر حرف نزد و گذاشت تا موقع کار و عمل خود به خود نتیجه معلوم شد. اسب سوار گربه را در بغل گرفت، سگ هم همراهشان راه افتاد و راه صحرا را در پیش گرفتند. رفتند تا رسیدند به دامنه کوهی که در آنجا چند کبک داشتند دانه می جستند و می خوردند. همین که اسب سوار نزدیک شد، کبک ها یکی یکی پنهان شدند و یکی که از همه ناتوانتر بود خود را زیر بوته خاری کشید. سگ هم همراه اسب راه می رفت. شکارچی دید بهترین فرصت برای نشان دادن هنر گربه است. گربه را رها کرد تا کبک را بگیرد، اما گربه تا چشمش به سگ افتاد
از ترس دست و پای خود را گم کرد و خواست دوباره روی اسب بپرد که با پنجه‌های خود به سر و پیشانی اسب بست. اسب هم از چنگال گربه رنگ کرد و سوار را به زمین زد و دست و پایش را شکست. گربه هم بیشتر ترسید و پا به فرار گذاشت و یک کم دورتر از درختی بالا رفت و بالای درخت نشست. سگ وقتی این را دید دوید، کبک را به نیش گرفت و آورد به صاحبش داد و گفت امروز دیگر بس است. بلند شو سوار شو برگردیم. شکارچی گفت گربه کجا رفت؟ میرود بیابان اسیر مرگ میشود. سگ گفت نه چیزی نمیشود. گربه شکارچی نیست، اما راه خانه را گم نمی کند. نیم ساعت دیگر ترسش از یادش میرود و برای خوردن و خوابیدن به خانه برمیگردد. داستان امروزم به پایان رسید. امید دارم لذت برده باشید. خدا نگهدار.